با وارد روز هشتم خود شدن درگیری‌های موشکی میان اسرائیل و ایران، هنوز پروازها میان تاجیکستان و ایران برقرار نشده است. این در حالی است که صدها تن شهروندان دو کشور میخواهند به وطن خود برگردند. ایران از روز 13 ایون پس از حمله‌های فضایی و موشکی اسرائیل حریم هوایی خود را بسته است و همه گونه پروازها لغو شدند. حالا یگانه راه بیرون شدن از ایران و وارد شدن به این کشور راههای زمینی از طریق کشورهای هم‌مرزش است. شرکت هواپیمایی واریش ایران برای بردن شهروندان ایرانی و آنهایی که قصد سفر به این کشور دارند از دوشنبه به شهر اشقاباد ترکمنستان پرواز چارتری تشکیل می‌کند. اما با گفته مسئولان این شرکت این پروازها یک طرفه بوده، از اشقاباد به دوشنبه پروازها صورت نمیگیرد. سفارت تاجیکستان در ایران برای بیرون کردن شهروندان تاجیکستان ستاد تشکیل کرده آنها را مرحله به مرحله به وطن برگردانده ایستاده است. از جمله روز 16 میون نزدیک به 30 شهروند تاجیکستان از طریق مرز ترکمنستان به تاجیکستان فرستاده شدند. این افراد عمدتاً بیمارانی که برای معالجه رفته، دانشجویان و زنان و کودکان دیپلمات‌ها بودند. گلرخسار ستارова یکی از بانوهایی که با 3 فرزندش در این حیات روز 19 میون پس از 3 شبانه روز به تاجیکستان رسیده است، برای آزادی گفت که آنها از تهران تا مرز ترکمنستان در 24 ساعت رسیدند. بعداً از اشقاباد با قطار به ازبکستان در 12 ساعت آمدند و از مرز تا بخارا و از بخارا با تاکسی تا مرز تاجیکستان در تورزاده بعد بیش از 10 ساعت رسیدند. با گفته گلرخسار این حیات آنها عبارت از 6 مرد، 9 کودک تا 18 ساله و 10 زن بود. این زن میگوید برای بیرون شدن از ایران 2 راه پیشنهاد میشد که یکی مرز ترکمنستان و دیگری آذربایجان است. یک تاجر تاجیک دیگر در همین فرودگاه با ما گفت که 20 روز پیش از ایران آمده است و برای 2 روز بلیط برگشت داشت و باید پرواز میکرد. این تاجر میگوید همسر و کودکانش در ایران در یک منطقه نزدیک به تهران زندگی میکنند و از این روز اینترنت در ایران قطع شده است که بسیار با مشکل با آنها تماس برقرار میکند.